تا حالا به آبی که میخورین توجه کردین؟ آیا میدونین بعضی وقتا آب خوردن ما منجر میشه به بیماری‌های قلبی و حتی سکته قلبی؟ آیا میدونین بعضی وقتا آب خوردن ما کبد ما رو چرب میکنه؟ آیا میدونین آب خوردن ما سوء هاضمه ایجاد میکنه و انواع مشکلات دیگه؟ و اینکه چه زمانهایی رو نباید آب بخوریم و چه میزان آب بخوریم؟ چه نوع آبی مصرف کنیم؟ در این ویدیو میخوام به این مطالب بپردازم. با من همراه باشید. در این ویدیو در مورد نقش آب صحبت میکنم و اینکه چجوری باید آب بخوریم. چه زمانهایی رو باید ملاحظه بکنیم که اگه در این زمانها آب بخوریم باعث خطر برای ما هست. یعنی بعضی از اندامهای ما دچار مشکل میشه. این ویدیو رو با یک مثال شروع میکنیم. اگه یه لیوان آب سرد در دست نگه داریم و چند ثانیه صبر کنیم، سرمای آب به دست ما منتقل میشه. دست دماش همیشه باید ثابت باشه. دست که سرد شد، دقایقی طول میکشه که به دمای عادی خودش برگرده. میخوام بگم که زمانی که شما آب یخ مینوشید، آبی که وارد معده شما میشه، دور تا دور معده امعا و احشای متعددی وجود داره. روده ها، کبد، قلب، ستون فقرات و همه درگیرش میشن. زمانی که شما آب یخ می نوشید، دمای بدن شما 37 درجه هست. آب یخی که می خورید حدوداً 4 تا 5 درجه است و این آب یک شوک حرارتی میده به معده و اندامهای مختلف و این یک نکته بسیار مهمه که شما باید بدونید. اگه آب سرد و آب یخ بخورید، در واقع دارین بدن خودتون رو با شوک حرارتی درگیر میکنید. مهمترین نکته دمای آب هست. بدن انسان همیشه باید دماش در رنج 37 درجه باشه و اگه چند درجه بالا و پایین بره بدن دچار مشکل میشه. زمانی که ما آب یخ می نوشیم به بدن شوک میدیم و این شوک دادن باعث ضعف اعصاب، سردردهای میگرنی و حتی کبد چرب میشه. اکثر کسانی که سیروز کبدی دارن تمایل زیادی به خوردن آب یخ دارن. پس اول از همه باید دمای آب متعادل باشه. آب یخ باعث ضعف معده، ضعف هاضمه و یبوست میشه که یبوست خودش الامراضه. زمانی که حرارت بدن بالا هست، این زمان خطرناکیه برای خوردن آب یخ. چه زمانی حرارت بدن بالاست؟ زمانی که ورزش میکنیم، فعالیت میکنیم. کسانی که موقع ورزش آب سرد میخورن بعضی وقتا دچار سردرد و بیحالی میشن. چه زمانی بدن بسیار داغه و باید از آب سرد جداً پرهیز کنید؟ بعد از حمام، داخل حمام، در استخر، سونا و جکوزی. زمانی که از خواب بلند شدید، صبح آب سرد ننوشید. تپش قلب میاره. باعث ضعف و سستی و بیحالی میشه. باعث کبد چرب میشه. در صبح ناشتا بهتره آب نیمگرم مصرف کنید. آب سرد ترشحات پشت حلق رو زیاد میکنه و باعث خلط پشت حلق میشه. کسانی که آب سرد می نوشن دچار سینوزیت و ضعف عصبی شده و باعث کند شدن ذهنشون میشه. حس خواب آلودگی و حواس پرتی پیدا میکنن. در طب سنتی تأکید شده که از نوشیدن آب سرد پرهیز کنید که باعث کوتاهی عمر میشه. وسط غذا آب نخورید. باعث سوء جذب ویتامین ها شده و باعث میشه معده بزرگ بشه و به مرور زمان شکم بزرگ میشه و باعث ایجاد خلط اضافی در معده میشه. اگه خیلی آتش دارین آب جوشیده نیم گرم میل کنید.
آب لوله کشی به دلیل وجود انواع مواد ضد عفونی کننده آب قابل نوشیدن نیست و عوارض بسیاری داره، مثل پیری زودرس، سفیدی مو و یه سری عوارض دیگه. دستگاه‌های تصفیه آب که فیلتراشون بر پایه زغال و سفال هست، اینها اثرات خیلی خوبی داره، به شرطی که فیلترها به موقع عوض بشه. آب رو 2 ساعت در کوزه سفالی قرار بدین. آب رو بجوشونید. به محض این که به جوش رسید سریع خاموش کنید. آب جوشونده رو در ظروف سفالی بریزید و به ازای هر 4 لیتر آب 1 قاشق چایخوری سرکه طبیعی یا آب لیمو ترش بریزین و یه وقتایی هم میتونین 1 تا 2 قاشق گلاب هم بریزید. و این آب رو نذارید یخ بزنه و سرد ننوشید. یکی از کارهایی که در بهبود آب و کلرزدایی میتونه کمک کنه، آب لوله کشی رو داخل ظرفی بریزین و چند برگ ریحان و یا برگ نعنا داخل اون آب بریزید. آب باران در مناطقی که آسمان تمیزی هست. آب چشمه، قنات‌ها، چاه‌های کشاورزی در مناطق تمیز و بهداشتی. به میزانی که تشنه میشید آب بخورید. اگه تشنه نمیشید مزاجتون باید متعادل بشه. گرمی بخورید تا تشنه بشید. بعضی ها اونقدر بدنشون سرد شده که تمایلی به خوردن آب ندارن. اینها دچار سوء مزاجن. باید رژیم غذاییشون رو متعادل کنن. غذاهایی با مزاج گرمتر بخورن، مثل خرما، دارچین، ادویه‌جات، اینا رو داخل غذا بریزن. غذاهایی مثل لبنیات و برنج سفید کمتر مصرف کنن تا مزاجشون گرم بشه و تمایل به نوشیدن آب بیشتر بشه. بهترین زمان برای آب خوردن صبح ناشتا، آب جوش نیم گرم و نیم ساعت قبل از غذا، 2 ساعت بعد از غذا و زمانهایی که احساس تشنگی کردین آب بنوشید. آبی خوب هست که وقتی آب رو میخورید دندانها دچار درد نشه. چه آب جوش چه آب یخ. چجوری آب رو بخوریم؟ بهتر آب رو جرعه جرعه میل کنید. آب رو در دهان نگه دارید و آرام آرام قورت بدین. وقتی آب رو در دهان نگه میدارین دمای آب متعادل میشه. خود دهان دمای آب رو متعادل و نزدیک دمای بدن میکنه و آب رو یک دفعه میل نکنین. برای سمزدایی بدن بهتره که آب نیم گرم روزی 2 تا 3 لیوان بنوشید. نمک ارگانیک قبل از آب مصرف کنید. در طول روز کمی نمک ارگانیک بچشید. باعث میشه آب درون بدن بمونه و پوست هیدراته شده و بدن از خشکی در بیاد. کسانی که ورزش میکنن، عرق میکنن، وقتی که نمک بدنشون از پوست خارج میشه، اینا به نمک بیشتری نیاز دارن. از همراهی شما متشکرم. لطفاً این ویدیو رو لایک کنید و چنل ما رو دنبال کنید. سلامت و تندرست باشید. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.